پیامبر صلی الله علیه و سلم اون که جبریل همیشه آمده مرا به نیکی کردن به همسایه وصیت میکرد. ما زال جبریل یوصینی بالجار، همیشه جبریل مرا وصیت میکرد که به همسایه ها نیکی کنم. اومده نصیحت میکرد، وصیت میکرد، کردم میگرفت حتی ظننت انه سیورثه، حتی گمان کردم که جبریل به نزدیکی آمده همسایه مرا میراث خوی من قرار میده. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم تا همین درجه گمان کردین که به این رفتش حالا این همسایه میراث خوری من معین میکند. نبونی حقی همسایه بلند دیگه چیزای مایده دل وسیع کنید برادرای خواهرای عزیز، پیاله چاینک هر چیزی پرسیده میاد دل وسیع کنید دید به همسایه. اگر رفت و نداد الله تعالی وزین یک میدهد برای نیکیتون به همسایه. شکنت شکست زکن، فکر کنید که خودتون شکست و عجلش رسید دیگه. سخن نکنید به همسایه، آورده داد آورده نداد طلب نکنید. بله